گفت پیر مرتبی را که من در زهیرم از دماغ خویشتن. گفت از پیریست آن ضعفی دماغ. گفت در چشمم ز ظلمت هست داغ. گفت از پیریست ای شیخی قدیم. گفت پشتم درد می آید عظیم. گفت از پیریست ای شیخی نزار. گفت هرچی می خورم نبود گوار. گفت زخم معده هم از پیری است. گفت وقتی دم مرا دمگیری است. گفت آره انتقای دم بود، چون رسد پیری 200 علت بود. گفت کم شد شهوتم یک بارگی. گفت از پیریست این بیچارگی. گفت پایم سو شد از ره بماند. گفت از پیریست در کنجت نشاند. گفت پشتم چون کمان شد 2 تا. گفت از پیریست این رنج و عنا. گفت تاریک از چشمم ای حکیم. گفت کز پیریست ای مردی علیم. گفت ای احمق ور این بردوختی، از طبیبی تو همین آموختی. ای مدامیغ عقلت این دانش نداد، که خدا هر درد را درمان نهاد. پس طبیبش گفت که عمری تو 60، این غضب وین خشم هم از پیری است. چون همه اجزا و اعضا شد نحیف، خویشتنداری و صبرت شد ضعیف. ور نتابد در سخن زان حی کند، تا به یک جرعه ندارد حی کند.